پشتی کریز و شر نافخواه یه 8 سالان لولات سوریه و روجاوه کردستان سوریه پرانی آبوری خواه جدست آیه که پرانی بیرین بترول و گازه یین سوریه لروجهلات فراتن و بشی که مزن جداهات بترول سوریه لحرم کردی لروجاوه کردستانه نه از هن زانیاریان لسر بر همین بترول، گاز، فسفات و زیتونان لسوریه و روجاوه کردستانه که هفکار ملولو خان آمده کریه جوارا به ویدیو ولا که پیشکش بکم لسر نقشه دست به که پشتی که هیزن سوریه دموکراتیک به پشتوانی امریکا روجلات فرات دست داعش درخستن نها بشه هری زیاده یه بیرین بترول لوی دوره اکتیف کرینه امریکا و هیزن سوریه دموکراتیک پرانیا بیرین بترول سوریه مگود لروجلاتی چم فرات و روجاوه کردستان دورین کردی کنترل دکه در دوره 2 میلیارد و 500 هزار برمیل بترول لسوريا هنا افتواهية برهم من بترول لسوريا لجوري حكومة سوريا بري كريزة روجانا 385 هزار برميل بترول دهاتن برهم آنين وروجانا 240 حتى 250 هزار برميل جخارة بكارداني حكومته وين دنجي دفروتن در دخستن دروا جالي خوا وزارة بترول يا سوريا راجهان او نها روجانا 20 هزار برميل برهم تینن دهات سوریه اوج گلگی کم بویا لگوری برهما گشتی یا بره روزانه دبیجه 20 هزار برمیل بترول کارتینه در داخل حکومت سوریه هزین سوریه دموکراتیک جی راگهاند کوان هزار بیرین بترول لروجاوه کردستان و سوریه دورین روجهلات فرات دبن کنترل آوان دانه و هنکان بکارتینن بترول جی در دخن آنگود بن کنترل آوان دانه که او دورد بن سیونه ها فیمانی ناف دولتی دایه درباره بر همین گازه داجی حکومت سوریه راگهاند که 240 میلیارد متر سجا گاز خزایی لسوریه هیا و درباره ده هر وها لسوریه بری کریزه بر همین گازه روزانه 21 میلیون متر سجا بو لپشتی که پرانی سکتور بتروله جبر شر نافخات تک چو ده سال 2017 دا بری کریزه مگو 21 میلیون متر سجا بو ده سال 2017 دا روزانه 8 میلیون و 700 هزار متر سجا بو انجام غازه و ده سال 2018 دا جی روزانه بو 16 میلیون و 500 هزار متر سجا برز بو انگو ده سال 2018 دا للگوری زانیارین تایبت که به دست تورا مدیه یاروداو کتنه هیزن سوریه دموکراتیک دست دانین سر 1300 بیرین بترولت بن کنترل آوان دانش خراب کارتینن هر وهاج و هجمارج 1300 600 بیر چالاکن کار دکن بترول جی درد که و روزانه 65 حتی 75 هزار برمیل تن برهم آنین دوان 600 بیرین بترول این بن کنترل هیزن سوریه دموکراتیک تا کارگاه سوئدیه یا جزیره روجاوه کردستان روزانه 11500 توپن گازه برهم تینه و هیزن سوریه دموکراتیک جی برهم بترول و گازه لدورین خواه این اپوزیسیون الادلبه و دورین حکومت سوریه بلاف دکه دفروشوان برهم فوسفات سوریه امتحان سر فوسفاته بر همین فوسفات سوریه روسیا دست دانی سر فوسفات سوریه لگوری چافکانی نافدولتی سوریه بر هم آنین فوسفات دا سر آستا جیهانه ده پلیا پنجم دایه 2 میلیون تن فوسفات یا سوریه یا یدک لسوریه هیا هر وها بری کریز سوریه سالانه 3 میلیون و 500 هزار تن فوسفات لسوریه درد کتن و سال 2017 دا جی روسیا زوین فوسفات کنترل کردن دست خدایی نصر بهتر بن کنترل آوردانه لسوریه 105 میلیون تن فوسفات یدک هیا بگشتی سوریه نها سالانه 2 میلیون و 200 هزار تن فوسفات برهمتینه و روسیا بدرجه‌ای 5 سالی گریبت شکرنه که ده فوسفات سوریه برهم بینه و لگوری رکفتن درآور حکومت و روسیا دا جسدی هفته برهم فوسفات روسیا دا و جسدی سیجی جبو حکومت سوریه امنا دشن سر برهم زیتونان لسوریه ترکیه دستانی سر بشکی مزن جبرهم زیتونان لسوریه و لگوری صندوق دراوان یا نافدولتی سوریه بری کریزه برهم آنین زیتونان دا یا زیته دا زیت زیتونان دا د ناوا ولات عربان دا د پلیا یکم دابو لسر آستا جیهان جید پلیا سیم دابو 100 میلیون
دارن زيتونان لسوريا هنا سالانه 1,200,000 طن زيتون دردکون برهمن ترکیه و گروپین چکدار ین آلیگرن و ادلبه باکور حلب و عفرینه دست دانین سر برهمن زیتونان و زیت زیتونان و الادلبه جینها 1 تنک زیت زیتونان بش یا 16 کیلوگرامان 20,000 لیره این سوری تفروتن لگوری زانیارین که دست تورا مدیه یا روداو کتنه لعفرینه 18 میلیون دارن زیتونان هنه و 25 گواشتک معصره لعفرینه هنه هر وها برهمین سالانه ین وان داران و ین وان گواشتکان 207,000 طن زیت برهم آنین لعفرینه تنکای زیته بری کنترل کردن عفرینه به 25,000 حتی 30,000 لیره این سوری بو و دهات فروتان لپشتی کنترل کردن عفرینه جالی ترکیه و اپوزیسیون سوریه و بازرگانی زیته دست گروپ چکدار دایه ترکیه هنارده کردن زیته جبو دورن بن کنترل حکومت سوریه دا قدخه کریه و زیت تنش بو ترکیه تشاندن و بهای که گروپ چکدار لسر جودکاران فرض دکن تفروتن او زیت جبلی دزی و تالان کرنه گروپ چکدار سر ماله لعفرینه یک حتانی 5 تنک زیت وکا باجا بزوره لسر خلکه فرض دکن و نهال عفرینه تنکه زیته به 5,000 حتی 8,000 لیره این سوریه تفروتن ارزانه گلکی که و به وی بوهایی زراره که مزن دگه جودکاران خلک عفرینه و سوده که مزن دگه وان گروپ چکدار لعفرینه و هر وها سوده دگه آبوریا ترکیه